Hi guys, salam dostum. It was a while, yes, and so we didn't have classes. این خیلی وقت زیاد بود که ما درس تیار نکردیم و امروز من یک درس نو برای شما تیار کردم که این چی است؟ Going to یعنی going to نقشه‌هایی که شما در آینده کردنی هستین، کارهایی که شما می‌خواین که در آینده گپ زنین که من همین کارا میکنم یا اینکه وای کارا میکنم، پس اون برای ما لازم است چی استفاده بریم؟ Going to. Okay? I'm Mahdi with you. Let's go. Here we go. نگاه کنیم. پس اون. The first form. اول ما چیکار میکنیم؟ فرم را نگاه میکنیم که فرمش چی خیلی میشه، یعنی چی خیلی ما همین را تیار میکنیم. Okay? If you know the form how to use going to in the future, then it will be easy. اگر وقتی که شما فرم همین قاعده همین را میدونید که چی خیلی استفاده میشه، پس اون برای شما چی میشه؟ آسان میشه که استفاده برید. Okay? Here. The verb to be. یعنی برای ما اول چی لازم است؟ فعل to be. فعل to be کدام ها هستند؟ فعل های to be am is are. Okay? یعنی فعل های to be در زمان حال، در زمان حاضر. پس اون plus going to. چی؟ پیلوسی going to. پس اون برای ما going to لازم است plus verb. و پس اون همون فعلی که شما در آینده چی کار کردنی هستین، همون کار چی کار میکنین؟ میگین. Okay? So here we go. People. Yes? So personal pronouns یعنی جانشین‌های شخصی. I, he, she, it, we, you, they. Yes? پس اون بعد از اینها برای ما چی لازم است؟ The verb to be یعنی فعل‌های to be در زمان حاضر. I am, he, she, it is, we, you, they are. Okay? Then going to. پس اون برای ما لازم است چی استفاده بریم؟ Going to. Okay? Here we go. I am going to. یعنی من نقشه دارم که یکون کار کنم. یعنی چی کار رو؟ همون کار رو ما برای چی؟ در اینجا همون فعل رو میگذاریم که چی کار. اگر من میخوام بگم که چی؟ من کتاب خوندنی هستم. پس اون چی میگم؟ I am going to read. I'm going to read a book. Okay? یا اینکه چی؟ So, he is going to eat. یعنی او چی کار کردنی بوده است؟ او خوردنی بوده است. یعنی ما میتونیم بعد از این چی بذاریم؟ بعد از این همون جو را بذاریم که در کجا خوردنی است. He's going to eat in a restaurant tonight. Okay? یعنی او این شب در رستوران خوردنی است. یعنی خوراکی شام را در رستوران گذراندنی است. Okay? دیگر را نگاه کنیم. She is going to play tennis. یعنی وای چی نقشه دارد؟ وای نقشه دارد که بازی تنیس کند. Okay? And it ما یگان حیوان یا که یگان چیزی رو میگه. Okay? So it is going to work well. یعنی این چی خوب کار کردن است در آینده، یعنی با کار رفتنی است. Okay? یگان کار یگان چیزی رو میگیم که so for example I'm planning to open a business, right? I'm planning to do a business, and this business, I think it is going to work well. Yes? Good. پس اون چی میشه؟ It is going to work. یعنی که she is going to play. It is going to work. Work well. یعنی که پس اون دوامش ما خودمون چیه که میگذاریم. یا اینکه ما میتونیم چی گذاریم؟ در دوامش وقتش گذاریم که همین کارا کی کردنی هستیم. مثال so he is going to play tennis tomorrow. یعنی او پگاه چیکار کردنی است؟ تنیس بازی کردنی است. Okay? یا اینکه دیگرش we are going to play tennis. یا اینکه they are going to work at school next year. یعنی سال آینده آنها در مکتب کار کردن هستند. Okay? And this is the future form. Going to in the future. Okay? Good. And then we go to the negative. این رو ما چخیل انکار میکنیم. طرز انکار کردنی همین. وقتی که شما میخوایم بگین که همین کار من کردنی نیستم، پس اون برای ما لازم است با مانند هر وقت اینا ما چیکار میکنیم؟ بعد از فعل های to be یعنی بعد از am is are فقط چی میگذاریم؟ not میگذاریم میشود جمله های ما این کار. مثال نگاه کنیم. دیدیم
I am not going to play tennis this weekend. یعنی این هفته آخری هفته روزهای تعطیلی من این هفته چیکار کردن نیستم؟ تنیس بازی کردن نیستم. یا اینکه we are not going to work at school. ما در مکتب کار کردن نیستیم. We are going to work at university. یعنی ما در دانشگاه کار کردن هستیم. اوکی؟ پس نگاه کنید دیگرش. یا اینکه he is not going to eat in a restaurant tonight. یعنی او امشب در رستوران خوراک خوردنی نیست. He is going to eat in a restaurant tomorrow night. یعنی او پگاه شب در رستوران خوراک خوردنی است. اوکی؟ پس این چی بود؟ طرز این کار کردن برای ما خیلی چی است؟ آسان است که گویم are not, is not, am not. فقط not میگذاریم تمام. یا اینکه شما میتونید این رو چیکار کنید؟ کوتاه کنید. are not هر دویش در یک جایگی میتوند شود چی؟ aren't. یا اینکه is not میتوند چی شود؟ isn't. اما am not, amn't شدن نمیتواند. فقط همین قدر ما کوتاه میکنیم. چقدر کوتاه میکنیم؟ نگاه کنید. am not. am رو ما با I کوتاه میکنیم. am not با پورکی میآید. اوکی؟ این طرز چی بود؟ این کار کردن. و پس ما چی کار میکنیم؟ طرز سوال کردن هم میگذاریم موزه. طرز سوال کردن هم نه اونقدر دشوار است. نگاه کنید چی میشود. ما فقط چی کار میکنیم؟ ما اینها رو از اینجا چی کار میکنیم؟ میگیریم. yes دیدین در اینجا هیچی نمون. پس برای ما چی لازم میشود؟ همین am is are همینه که ما در اینجا داشتیم همینه چی کار میکنیم؟ پیش از جانشین ها میگذاریم میشود چی؟ سوال. پس اینو همش چی میشود؟ going to ما چی کار میکنیم؟ پیش از I چی میگذاریم؟ پیش از I میگذاریم am. یا اینکه پیش از he, she, it میگذاریم is. یا اینکه پیش از we, you, they میگذاریم are. میشود چی؟ سوال. دیدین نگاه کنید. Am I going to eat in a restaurant tonight? یعنی ما چیکار کرده استودیم؟ در چی I از خودم پرسیده استودم. یا اینکه خودم رو از کسی دیگر پرسیده استودم که Am I going to eat in a restaurant tonight? یعنی من این شب در رستوران خوراک خوردنی هستم. yes این نقشه هایی که ما در آینده چیکار میکنیم؟ استفاده میبریم و نقشه های آینده مون میگیم. مثلا are they going to play tennis this weekend? یعنی این هفته این آخری هفته آنها تنیس بازی کردنی هستند. Okay? And these all are just question form. am is are پیش از جانشین ها going to چی خیلی است همین خیلی میستند و در اینجا شما میتونید دیگر فعل ها را استفاده برین هر آن چیزی که شما میخواین گوین. شما میتونید استفاده برین next week, next month, yes یا اینکه after 2 days, after 3 months, next year. okay? و همون وقتایی که در آینده ما چیکار میکنیم میگیم یا اینکه استفاده میکنیم. okay? And thank you for watching. Do not forget to click like and subscribe. okay? حتما فراموش نکنید برای گذاشتن لایک و آبونه شدن. okay? See you next class. Goodbye.